گلستان آشنایی با دایناسورها. این قسمت تیرکس. این قسمت با پروفسور گابالی همراه هستیم تا در مورد این دایناسور بیشتر برامون توضیح بده. درود پروفسور گابالی. میشه یه اطلاعات کلی در مورد تیرکس بهمون بدی؟ تیرانوسورکس یا به طور خلاصه تیرکس یکی از مشهورترین دایناسورها در تاریخه. این شکارچی غول‌پیکر ویژگی‌های فوق‌العاده‌ای داشت که باعث می‌شد در دنیای خودش به عنوان یک سلطان شناخته بشه. خب تیرکس حدود 68 تا 66 میلیون سال پیش زندگی می‌کرد. دوره‌ای که بهش دوره کرتاسه میگن. محل زندگیش مناطق مختلفی از آمریکای شمالی بوده. اندازه و وزن این دایناسور چقدر بوده؟ تیرکس حدود 12 تا 13 متر طول داشت و ارتفاعش تا 4 متر می رسید. وزنش بین 7 تا 9 تن بود، مثل وزن چند فیل با هم. قدرت آرواره‌های این دایناسور چطور بوده؟ آرواره‌های تیرکس بسیار قوی بود و نیروی گاز گرفتنش حدود 57,000 نیوتن بود. یعنی میتونست استخوان‌های قوی ترین حیوانات رو خرد کنه. دندونهاش بلند، تیز و مثل چاقو بودن. حدود 30 سانتی متر طول داشتن. آیا تیرکس دایناسور سریعی بوده؟ با وجود وزن سنگینش، تیرکس میتونست تا حدود 20 کیلومتر در ساعت بدوه که برای شکار سریع و کافی بود. حس بویایی تیرکس چطور بوده؟ تیرکس حس بویایی فوق‌العاده‌ای داشت. دانشمندان میگن تواناییش تو بوییدن از فاصله بسیار دور خیلی قوی بوده. این به اون کمک میکرد شکار رو حتی از کیلومترها دورتر پیدا کنه. چه ویژگی خاصی تیرکس داره؟ دستهای تیرکس کوچیک بودن اما قوی. هرچند که برای شکار بیشتر از آرواره‌هاش استفاده میکرد. تیرکس یه شکارچی ترسناک بود. اما دانشمندان میگن ممکنه گاهی لاشه‌خواری هم کرده باشه. خب چرا به تیرکس لقب سلطان دایناسورها داده شده؟ خب تیرکس به خاطر اندازه بزرگ، قدرت آرواره بی‌نظیرش و ظاهر ترسناکی که داشت، یکی از محبوب ترین دایناسورها هستش و به همین خاطر به اون لقب سلطان دایناسورها رو دادن. سپاس پروفسور گابالی. امیدوارم در مورد دایناسورهای دیگه باز هم از شما بیشتر بشنویم.